تشویق کنید یوسف محقق عزیزم رو. یک شاعر، یک محقق که فامیلیش هم محققه، درجه یک، خوشتیپ، انسان بسیار وارسته، با سواد، با شعور، اهل دل، بسیار عشق، آقای یوسف محقق شایسته. تشویقشون بفرمایید. سلام به شما. سلام عرض خیلی خوش اومدید عزیز. سلام عرض میکنم خدمت تمام هموطنان عزیز که این برنامه رو بعداً میخوام ببینن و تمام همشهریان فامینینی که اینجا حضور دارن. انار چرا دستتونه؟ این داستان داره آقای تفتی عزیز. بگید برای ما داستانشو. عرضم حضور شما، من میخواستم راجع به مراسم‌های عروسی سمت فامینین یا همدان، به به چه خوب، سمت همدان بهتون توضیح بدم. منتها اگه اجازه بدید با یک شعر من اینو حتما ارائه بدم خدمتتون. شعرش ترکی هستش، از شعرهای خودم هستش، تقدیم میکنم و لابلای شعرم که توضیح بهتون میدم. اگر متشکرم. Kendimizde toy oluptur, bey ocaktan çıkırı, bacısı güzgü tutuptur, nene qindan çıkırı. آی جانا. عروسیای ما به شکلی بود که داماد وقتی از حمام که در میاد بله. میخوان لباس دامادی رو براش بپوشونن، لباس رو میپوشونن. موقعی که ساق دوشاش که بغل دستش وایسادن آماده شده، خواهر کوچیکه داماد آینه رو میاره جلوش، این شکلی بازی میده. به همین دلیل الان اون آینه رو اون دختر قشنگ ما این کارو کرد. به به. Köprü tuttu üç ayak, dəsmalıyor toğla göyə, ver şabaş saz döhül azad, döhülün bəlkə döyə, saz döhül çalsa böyükdən küçüyə oynayacaq, bala Feyzullah çataq, dəsmalını toğlayacaq. عروسیای دهات معمولا گرم کنه، مجلس گرم کنه هست. بله بله. حالا اون فیض اللهی که من نام بردم، ایشون یه شخصی هستش که تا صدای ساز دهل رو میشنید با یه دستمال سریع آماده باش میافتاد وسط. بله. بی çıkıp damına gelin geldi başından nar atav. یعنی داماد رفته بالای پشت بون آماده باش که از بالای سر عروس انار پرت بکنه. بی çıkıp damına gelin geldi başından nar atav. Gelini maşinede sürdü ki vaxtında çatav. Canım olsun. Ne kadar şıklı olar kətli toyu, şabaşu yığmasələ pul yığılar təppə boyu. حالا این دامادی که رفته بالای پشت بون یه انار، دو سه تا انار داره با نبات داره، شاخ نبات، اینا رو پرت میکنه. انار اولی رو از سر عروس باید بندازه، محکم به این شکل میندازه میره. ما بقیه انارا رو بین نفراتی که اونجا وایسادن به تماشا میگن خوشیومنه، تقسیم میکنه. بعد مثلا یه همچین حالتی میندازن میگیره و اون رو نگه میدارن. انشالله که این انار تو کله عروس نمیخوره دیگه. و این بخوره دیگه اصلا عروسی تمام میشه. دقیقاً بله. انارام سنگین هم هست، انارای اون خطب انار ماشاءالله، نه شوخی های الکی و اینا. دقیقاً بله. بسیار عالی. Şabaşı yığmasalar pul yığılar təppə boyu. İki şam, iki nahar, kət toyunun rəsmi budur. دو تا شام دو تا نهار. دو تا شام دو تا نهار. حالا اینجا فرق عروسی شهر با روستا رو ما توضیح دادیم. این نسان məndən eşit, şəhər toyunun rəsmi nədir? 3 saat bir talara, dingə dayan ta gələ şam, başı beyni yesi دیجی چی خوگت؟ تویدا تمام. فهمیدم. تالارشو دیجی و اون کتنگه و یعنی توی روستاها دو تا شام میدن، دو تا نهار میدن، 2 روز و نصفی 3 روز شادیه. عروسی شادیه. ولی همون نفراتی که توی روستا هستن زمانی که دعوت میشن به شهر تو عروسی های تالار، مسخره بازیه براشون. میان 3 ساعت مستقیم شکلی میشینن، صندلی تکیه میدن تا شام بیاد. تو گوی عصا. بعد یه باقالی فالو بدون گوش. در عین شام هم دیجی مغزشونو. بله بله دقیقاً. آقا ما شنیده بودیم شهریار یه دونه بود، همون شهریاری که بود. 100% بله. پس چرا به شما میگن شهریار همدان؟ نظر لطفشونه. من خاک زیر پای استاد شهریارم نمیتونم باشم. زنده باشی، سلامت باشی. لقبی که دادم بیشتر به خاطر این اشعاری که رسم و رسوم گذشته رو من توی اشعارم معمولا سعی کردم یادآوری کنم و این خیلی هم تاثیرگذار بوده. تشویق داشته باشیم واسش که ان شاءالله سلامت باشه همیشه. آقا من خیلی ممنونم، خیلی ازتون یاد گرفتم و ان شاءالله حتما شعراتون رو
نوشته هاتون رو میدونم که رفقا و همشهریان بسیار بسیار به شما علقه دارن و انشالله این مسیر ادامه دار باشه انشالله و کیفشو کرده باشین اینجا در برنامه که مختص فامنینه. تقدیر و تشکر ویژه دارم از شما بزرگوار که واقعا مهره کلیدی این برنامه هستین و من که از دور که نگاه میکنم لذت میبرم. شاکر شما هم زنده باشی، خدا حفظتون بکنه. زنده باشی ای جانم. یه بار دیگه تشویق کنید یوسف محقق عزیزم رو. خیلی متشکرم. بفرمایید دورتون بگردم. خیلی خوب.